من امیر هستم. اومدم امروز با هم بریم به عمق یک سفر پرماجرا. اگه تا حالا ماشین ایرانی داشتی و سوارش شدی، این ویدیو مختص توه. بزن بریم به عمق یک داستان پرماجرا. شاهین مدرن. اگه تا آخر این ویدیو با من باشی، قول میدم یه دید جدید و کلی نسبت به ماشین‌های ایرانی پیدا کنی. سراغ 405 و سمند که اولین خودروها و نماد ملی بود. استحکام بالا، موتور XU7، گیربکسی دستی و تقریباً آپشنی داشتن که هنوز خیلی بهش دل بستن. دوام و خاطر. استری داره و جلو پنجره‌های اسپورتری داره، سانروف داره و موتورش EF7 و موتورش توربو شده. شتابش بهتره ولی هنوز روی همون پلتفرم قدیمیه. حالا چطور؟ روی همون بدنه، روی همون قلب سواره، با لباسی جدید، با کیتی جدید، با ظاهری جدید. روی قلبش هم جدید، شاهین و تارا، طراحی مستقل‌تر، چراغ‌های LED و فرم مدرن‌تر به خودش گرفته. موتور 1.5 لیتری توربو و گیربکس CVT. مصرف سوخت بهینه‌تر شده. آپشن‌هایی مثل ورود بدون کلید، کروز کنترل و تهویه دیجیتال و چیزهایی که قبلا فقط تو ماشین خارجی پیدا میشد به اینا اضافه شد. که آیا واقعا پیشرفت کردیم یا فقط ظاهر رو تغییر دادیم؟ همینجای ویدیو یه استاپ بزن، لایک کن و بنویس برام تو کامنت ها که آیا موفق شدیم پیشرفت کنیم یا فقط ظاهر کردیم. خوشت میاد لایک کن و تو کامنت ها برام بنویس تا ویدیوی بعدی از چه ماشین‌هایی باشه. حالا بزن بریم بحث ما تموم شده، ولی پیش خودتون فکر کنید ببینید که ما در مقابل فناوری‌های خارج از کشور پیشرفت چشمگیری داشتیم یا خیر. خودتون فکر کنید و برای ما بنویسید تو کامنت ها. حالا بریم سراغ این که ببینیم آیا ماشین واقعا سرمایه‌گذاری امنی هست یا خیر. بخوام خیلی روک و راست باشم، ماشین اصلا سرمایه‌گذاری محسوب نمیشه. این دغدغه همه ماشین خرج داره، استهلاک داره و صدها چیز دیگه و حتی مدلش میاد پایین‌تر و تو سر قیمت میخوره. پس روی ماشین به عنوان سرمایه نگاه نکنید، به عنوان یک عشق بهش نگاه کنید. اگه از این مدل ویدیوها خوشت میاد، هفته یه ویدیو لانگ داریم و اگه دوست داشتی نظرتون برام بنویس و زنگوله رو بزن. بعدی فعلا فقط مواظب خودت باش و با ماشینت مهربون.